أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى ريان لا يدخله إلا الصائمون. متفق عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران خواهران متدین و دین دوست و دعوتگران عزیز و گران قدر و پرافشردگان دین مقدس اسلام و کسانی که در این مکان مقدس تشریف آوردید تشریف آورید، شما عزیزان در خیر مقدم گرفته تحفه سرور کائنات را با عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را برای فاتحتان تقدیم می‌نمایم. در قدم اول من میخواهم چند دقایق که مطبعهای شما را گرفته اظهار ما فی الضمیر نمایم. شما عزیزان شاید از سیاق کلامی بنده پی برده باشید. عنوانگذاری من درباره فضیلت و اهمیت روزه در اسلام می باشد. قبلا آیتی را که برایتان تلاوت کردم الان به ترجمه و تفسیر آن می پردازم. ای مؤمنان، فرض شده به شما روزه مانندی که فرض شده بود بر کسانی که قبل شما بودند تا باشد پرهیزگار شوید. حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: جنات 8 دروازه دارد که یکی از آن به باب الریان گفته می شود که مختص است خاص برای روزه‌داران که با آن دروازه فقط روزه‌داران داخل می شود. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کسی که به ایمان و یقین و قصد حصول ثواب روزه گرفته همه گناه‌های